درود و ارادت. توی این ویدیو ساده ترین و آسون ترین روش تبدیل فرمت ویدیو و موزیک رو میخوام بهتون آموزش بدم. این ویدیو واسه پیسیه. نسخه چنل رو داشته باشین، نسخه اندروید و آی او اسش هم بعدا براتون میذارم. بزن بریم. خب بهترین برنامه واسه این کار برنامه VLC که قوی ترین پخش کننده ویدیو هم هست، مجانی هم هست، نیاز نیست نسخه کرکیشو دانلود کنین. VLC دانلود. بعد سعی کنین همیشه برنامه ها رو از سایت اصلیشون دانلود کنین. سایت اصلی VLC میشه ویدیولن. videolan.org. اینجا دانلود رو میزنیم. یه چند ثانیه منتظر بمونیم برنامه دانلود میشه و اگه نشد این گزینه رو بزنین اینجا که به صورت دستی اگه اتومات کار نکرد برنامهتون دانلود شه. برنامه دانلود شده رو باز میکنین. این صفحه میاد. شرایط نصبش مثل همه برنامه هست، چیز خاصی نداره. نکس. توی کامپوننت ها فول رو انتخاب کنین که تمام زیر مجموعه تمام قطعات برنامه نصب بشه. تیک ران رو بزنید و برنامه باز میشه. خب حالا این قسمت از گزینه مدیا شما با خود این برنامه VLC میتونید تمام فرمت ها رو باز کنین. حالا ما داریم تبدیلش رو توضیح میدیم. از گزینه مدیا کانورت و سیو رو انتخاب میکنیم. توی این صفحه باید فایلایی که میخواین تبدیل کنین رو اضافه کنین. یه نکته قبلش بهتون بگم که شما پلیر VLC تون حتما باید این گزینه لوپش غیر فعال باشه، چون اگه فعال باشه پلیر توی چرخه بی نهایت تبدیل قرار میگیره و حتما باید از تو تسک منیجر ببندین برنامه رو. اینو غیر فعال میکنین لوپشو. دوباره میریم تو کانورت، گزینه اد رو انتخاب میکنین. آدرس فایلتون رو که ما اینجا داریم، شما فایل مورد نظر از هر قسمت از هاردتون یا فلشتون که هستش رو انتخاب میکنین. ما چیزی آلبوم فلکش 2009. اینجا آدرس رو کپی میکنین، داخل برنامه پیست میکنیم، یه اینتر میزنیم. اینجا میتونید فایل ها رو تعداد انتخاب کنید یا تکی. مثلا اول ما ستای اولی رو اوپن میکنیم، کانورت رو میزنیم. موقعی که فایل ها رو تعداد انتخاب میکنین مقصد مورد نظر دستینیشن رو نمیتونین انتخاب کنین. تو همون پوشه ای که فایل اصلی قرار داره کانورتش هم تبدیلش هم به همونجا منتقل میشه. اینجا پروفایل مورد نظر به چی میخوایم تبدیلش کنیم. mp3 آدیو mp3 رو انتخاب میکنیم. بعد این آچار رو میزنیم به قسمت آدیو کودک. کودک شما اگه گزینه کیپ اوریجینال ترک رو بذاریم فایلی که تبدیل میشه با کودک فایل اصلی تبدیل میشه و ما اینو نمیخوایم. تیکو بر میداریم، کودک رو انتخاب میکنیم mp3. بعد بیت ریتش رو شما از 64 128 تا 320 میتونید انتخاب کنید. 64 128 192 256 و 320 که بالاترین کیفیت mp3 میتونه باشه. سمپل ریت هم رو بالاترین حد میذاریم. کانالش هم 2 میذاریم که استریو باشه. یک کانال میشه مونو. سیو میزنیم و استارت. اینجا فایلامون ببخشید اینجا فایلامون تبدیل میشه. این خط که پر میشه نسبت به سرعت سیستمتون و حجم فایل و کیفیت پروفایل انتخابی این زمانش فرق میکنه، شاید طولانی بشه شاید سریع. این فایل رو برای ما تبدیل کرد. بازش کنیم. بله درسته. خب دوباره میایم بهتون بگم که نکته تبدیل تکیش چیه. اگه فایلاتون رو بخواین تکی تبدیل کنین گزینه
4 رو انتخاب میکنیم به همون شکل قبلی. نکته ای که داره توی قسمت دستینیشن، مقصد فایل، شما هر پوشه‌ای که انتخاب کردین فایل مورد نظر رو باید پسوندش رو حذف کنید ازش. این دات فلک ما داریم، این حتما باید حذف بشه، چون اگه اینو حذف نکنین فایل رو نمیتونه تبدیل کنه، معمولا خطا میده یا برنامه بسته میشه. اینو حذف کنین و خود VLC پسوند مورد نظر رو اضافه میکنه به فایلتون. سیو میزنیم، استارت رو میزنیم، خطش پر شد و تبدیلش کرد. حالا میخوام ویدیو رو بهتون توضیح بدم. ویدیو هم به همون شکل. دوباره فایلتون رو باید انتخاب کنین. اینجا فایل ویدیویی ما MKVه. اگه فرمت پسوند فایلاتون رو نمیتونین ببینین، توی فایل اکسپلورر قسمت ویو آپشن و دوباره ویو، اینجا یه گزینه داره hide extension for non file types. این پسوند فایلاری که قابل شناسایی رو ویندوز پنهانشون میکنه. تیکشو بر میدارین که بتونین فرمت فایلا رو، پسونداشون همه رو ببینین، MP3 و MP4 و MKV و تمام پسوندا. خب دوباره انتخابش کردیم، کانورت رو میزنیم. اینجا پروفایل خروجیمونو دوباره روی صوتی نمیذاریم، این دفعه روی ویدیو میذاریم. ویدیو H265 و 264 MP4 کیفیت خوبی بهتون میده، حجماش هم پایینه. 264 انتخاب میکنیم. توی کودکش 264، بعد فریم ریت سیم از سورس. کوالیتی رو میتونیم اینجا کم و زیاد کنیم، کوالیتی رو دست نمیزنیم. نات یوز سیوش میکنیم، بعد آدرس بهش میدیم. دستینیشن دوباره پسوند امکاوی رو حذف میکنیم که فایل خطا نخوره و استارت رو میزنیم. تو فایل های ویدیویی زمان بیشتری میبره تا تبدیل بشه، همونطور که میبینید یه مقداری طول میکشه، شاید تا نیم ساعت، حتی فایل های خیلی سنگین 1 ساعت هم زمان ببره. بذارین زمانش تمام شه و این تا آخر بره. متشکرم که تا اینجا با من همراه بودین. اگه سوالی داشتین حتما بپرسین. لایک، شیر، سابسکرایب یادتون نره و ویدیو اندروید و iOS هم تو پلیلیست واسهتون میذارم. مخلص.